توی تارو بوده قلب دیوونم آقا جونم. محمد چرا حاضر نشدی پس؟ کجا؟ وا محمد هیئت دیگه امروز اول محرمه ها. ای بابا ول کنا، چه محرمی، چه عزاداری، چه کشکی. مردم نون پیدا نمیکنن بخورن، وقت واسه کی خودمونو بکشیم؟ یادت نرفته که تا همین پارسال جونم و جوونیمو نزد کسی کردم که هیچ وقت غم و غصه‌مو و بدبختیامو ندید. روز به روزم بدبخت‌تر شدم. اینم وضعیت من آسپاس. تو یعنی به خاطر گرفتاری و خوشبخت شدن عزاداری آقامونو میکردی؟ یعنی میخوای بگی خیلی واسه سرنوشت امام حسین اشک ریختن؟ یعنی واسه عزای حسین شرط میذاشتی که اگه شد ادامه میدی، اگه نشد تنهاش میذاری؟ خوبه امثال تو روز عاشورا کنارش نبود، وگرنه میشد یکی از یارای یزید. مادرم از بچگی یادم داده محرم که شد چادر مشکیمو سرم کنم و به عشق آقامون عزادارش باشم. الانم من دارم میرم و مطمئنم که حاجت دلمو ازش میگیرم. راستی یادت نره امام حسین سرش خیلی شلوغه. خدا الهی نگیره ازم سایه برشم روزتونو.